توی این بررسی میخوایم یه جورایی کالبد شکافی کنیم سقوط افغانستان رو. میخوایم با هم دلایل یکی از تکون دهنده ترین اتفاقای ژئوپلیتیکی این چند سال اخیر رو بررسی کنیم. سوال اصلی همینه. سوالی که ذهن همه رو درگیر کرده. چطور یه دولت که 20 سال روش کار شده بود با اون همه حمایت بین المللی فقط توی چند هفته از هم پاشید؟ یعنی تمام اون سرمایه‌گذاری، اون همه تلاش به همین سرعت دود شد و رفت هوا؟ خب برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنیم باید مثل یه پزشک قانونی عمل کنیم. یه جورایی میخوایم این فروپاشی رو کالبد شکافی کنیم تا بفهمیم علت اصلی مرگ این جمهوری چی بوده. نقطه شروع ما یه تحقیق خیلی مهمه. این تحقیق یه نکته کلیدی رو میگه. این فروپاشی اصلاً یهویی نبود، بلکه نتیجه یه جور پوسیدگی عمیق و داخلی بود. پس اگه دنبال جوابیم، نباید بیرون دنبالش بگردیم. باید بریم داخل خود افغانستان. و این ما رو میرسونه به قلب ماجرا، بحران مشروعیت. ببینید بحران مشروعیت یعنی چی؟ یعنی وضعیتی که مردم دیگه دولت خودشون رو قبول ندارن، بهش اعتماد ندارن. وقتی این اتفاق بیفته، یعنی وقتی شهروندان دیگه حاکما رو قانونی ندونن، کل ساختار حکومت مثل یه ساختمون بدون پی سست و لرزون میشه. این پوسیدگی سیاسی چند تا علامت مشخص داشت. اول از همه همون بحران مشروعیت. انتخاباتی که برگزار میشد پر از اتهام تقلب بود و این اعتماد مردم رو کاملا نابود کرد. بعدش میرسیم به فساد سیاسی که دیگه یه چیز عادی شده بود. از قدرت فقط برای نفع شخصی و خانوادگی و قومی استفاده میشد، نه برای ملت. این باعث شد یه شکاف عمیق بین دولت و ملت بیفته. این همون ترکی بود که هیچ کمک خارجی نمیتونست پرش کنه. خب این پوسیدگی فقط سیاسی نبود، به اقتصادم زده بود. فساد اداری بیداد میکرد. یه گزارش میگه از هر 4 نفر افغان 1 نفر تجربه رشوه رو داشته. توی چنین وضعیتی ناامنی و فساد باعث میشه پول و سرمایه از کشور فرار کنه. و نکته واقعا تکون دهنده اینجاست. با وجود اون همه کمک‌های بین‌المللی، فقر روز به روز بیشتر شد و به 59% رسید. یعنی بیشتر از نصف جمعیت. خب اینجوری مردم عادی کاملا از دولت زده میشن دیگه. اما سوال اینه، این مشکلات از کجا اومدن؟ آیا اینا مشکلات همین 20 ساله اخیر بودن؟ نه واقعا. برای اینکه عمق فاجعه رو بفهمیم باید یکم بریم عقب‌تر. این ترک‌ها جدید نیستن. اینا شکافایی هستن که بیشتر از 100 سال توی تاریخ افغانستان وجود دارن. این خط زمانی رو ببینید، داستان یه قرن تلاش‌های شکست خورده برای ساختن یه دولت ملت مدرنه. اوایل قرن 20 امان الله خان سعی کرد کشور رو مدرن کنه، اما به مقاومت قبیله‌ای خورد. بعد دوره ظاهرشاه رو داشتیم که یه ثبات ظاهری داشت، ولی زیر این پوسته هیچ وقت یه ملت واقعی و یکپارچه شکل نگرفت. و در نهایت میرسیم به همین 20 سال اخیر، جمهوری که یه فرصت طلایی بود با حمایت کل دنیا، اما اونم توی دعواهای قومی سر قدرت هدر رفت. میبینید انگار یه الگو دائم تکرار میشه. و این نقل قول از احمد ضیا مسعود به نظرم کل این بحث تاریخی رو خلاصه میکنه. یعنی شما نمیتونید یه ملت بسازید اگه قبلش دولت مدرن و ملی نداشته باشید. یه دولتی که بر اساس قانون باشه و بتونه وفاداری همه شهروندان رو فارغ از قومیتشون جلب کنه. انگار تمام تلاش‌های گذشته این نکته اصلی رو فراموش کرده بودن. خب تا اینجا از پوسیدگی سیاسی و اقتصادی و تاریخی گفتیم. حالا میرسیم به آخرین دومینو، ارتش، نهادی که قرار بود آخرین سنگر باشه. سوال اینه که چرا ارتشی که این همه سال روش سرمایه گذاری شده بود، این همه آموزش دیده بود، به این سرعت فروپاشید؟ ببینید، فروپاشی ارتش مثل یه آبشار بود، یه شکست زنجیره‌ای. و این تقصیر سربازا نبود، مشکل سیستمیک بود. مرحله اول، ارتش اصلاً یه استراتژی مشخص و منسجم برای جنگیدن نداشت. مرحله دوم، رهبری ضعیف بود. پست‌های مهم رو به جای اینکه به آدم‌های لایق بدن، بر اساس فامیل بازی و وفاداری سیاسی میدادن. و مرحله سوم، همون سیاست بازی‌ها و دعواهای قومی که دولت رو فلج کرده بود، به ارتش هم نفوذ کرد و انسجامش رو از بین برد. خب نتیجه چی میشه؟ یه ارتش بدون استراتژی، بدون رهبری درست و بدون اتحاد با اولین فشار جدی از هم میپاشه.
خب با همه این حرفا، با همه این درس‌های تلخ تاریخی، افغانستان امروز سر یه دوراهی خیلی حساس و حیاتی قرار گرفته. آینده این کشور واقعاً به این بستگی داره که کدوم مسیر رو انتخاب کنه. این تحلیل 2 مسیر کاملا متفاوت رو جلوی پای افغانستان میذاره. مسیر اول، ساختن یه دولت مدرن ملی. یه دولتی که بر اساس قانون، نهادهای ملی و شهروندی برابر برای همه مردم بنا شده باشه. اما مسیر دوم، برگشت به همون چرخه باطل قبلیه، گورستان قبیله و استبداد. یعنی ادامه سیاست‌های قومی و حکومت‌های خودکامه. این انتخابی بین ساختن و تکرار کردن اشتباهاته. و در نهایت این بررسی رو با این جمله تأمل برانگیز تموم می‌کنیم. این جمله سنگینی تاریخ و فوریت تصمیم‌گیری برای آینده رو به ما یادآوری می‌کنه. سوال اصلی اینه که آیا این بار این درس‌ها آموخته میشه؟ جوابی که فقط آینده